جلالالدین محمود یکی از رهبران زندانی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در محبس در سن 63 وفات کرد. ویدیو لحظه از زندان برآوردن و به ماشین بار کردن جنازه او روز 13 آگوست سال 2023 در اینترنت نشر شد. افراد نزدیک به خانواده جلالالدین محمود به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که مراسم جنازه و دفن او همین روز یکشنبه 13 آگوست در دهه چقورک جماعت نوآباد شهر ایسار که اهل خانواده‌اش از جمله فرزندانش در همانجا به سر میبرند برگزار می شود. جلالالدین محمود سال 2014 دستگیر و با جرم غیر قانونی نگاه داشتن سلاح به 5 سال زندان محکوم شده بود. همگی 1 سال بعد رهاییش دوباره بازداشت و این باره به 6.5 سال زندان محکوم شده بود. او در محبس وحدت ادای حکم میکرد. همصحبتان بامداد در مورد از کدام علت در گذشتن جلالالدین محمود اظهار بیخبری کردند، اما در پایان ماه مارس سال 2023 کمیته شهروندی نجات گروگانها و محبوسان سیاسی یک نهاد مربوط به اپوزیسیون تاجیک که وضع محبوسان سیاسی را پیگیری میکند با اظهار نگرانی از وضع سلامتی او خبر داده بود و گفت جلالالدین محمود را در حالت وزنین به بیمارستان داخل زندان بستری کردند. ششایش آب گرفته، یک گوشش کاملا نمیشنود، بر گوش دیگرش بلنگویه گذاشتند و گریج شده است. خبر داده بود سید صادق بابایف، یک فعال مخالفین با تکیه به منابع خود. جلالالدین محمود یکی از اعضای سابقه‌دار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو ریاست این حزب مخالف بود. او سال 1995 وقتی در تاجیکستان هنوز جنگ شهروندی ادامه داشت همچون عضو کمیسیون آتش بس به دوشنبه آمد و بعد به طور مرموز ربوده و کشته شدن رهبر نخستین این کمیسیون از جانب مخالفین حاجی مظفر رحمانوف رهبری نمایندگان مخالفین را در این نهاد به دوش گرفت. بعد امضای سازشنامه سال 1997 جلالالدین محمود تا زمان بازداشت یکمش در سال 2014 عضو کمیسیون مرکز انتخاباتی و رایپرسی تاجیکستان به نمایندگی از حزب نهضت بود. سال 2014 او را با جرم در سالهای 90 در خانه یک همسایه‌اش در دهه چقورک پنهان کردن یک تفنگچه دستگیر و به 5 سال زندان محکوم کردند. این پرونده بر اساس شکایت کلین سابق آن خانواده گشوده شده بود. سال 2019 جلالالدین محمود آزاد شد، ولی الکی سال 2020 دیگر باره همراه 6 تن دیگر دستگیرش کردند و این باره بر اساس ماده 307 با جرم گویا کوشش تأسیس دوباره شعبه حزب ممنوع نهضت در داخل تاجیکستان به 6.5 سال محکوم شد. این اتهام را ناظران بافته می نامیدند و می گفتند سبب اساسی پرونده دوم جلالالدین محمود و آن 6 نفر دیگر دریافت کمک پولی از همصفان سابق به خارج فرار کرده اشون بود. یک نفر آگاه از این پرونده به بامداد گفته بود که در جریان تفتیشات جلالالدین محمود از مفتشان به تکرار خواهش میکرد که او را هر حکمی که میخواهند بدهند، ولی امروهانش را که گناهی ندارند رها کنند.